درود بینندگان گرامی، طوری که خبر دارید در سمرقند اجلاسی 43 کنفرانسی گنرالی یونسکو ادامه دارد. این نه تنها برای مملکت ما بلکه در تاریخ سازمان مذکور نیز واقعه عالم شمول می باشد. در دایره اجلاسی کنفرانس یونسکو اقتدار فرهنگی، تاریخی، علمی معرفی و سیاحی ازبکستان اینچنین سهم نظررس آن به تمدن جامعه جهان نمایش داده می شود. یونسکو به گذشته غنی تاریخی و میراث فرهنگی ازبکستان توجه زیاد ظاهر نموده. با اشتراک کشور ما برنامه و لایحه‌های گوناگون را عملی نموده است. در سمرقند برگزار گردیدن کنفرانس گنرالی یونسکو دلیل تحکیم مناسبت‌های بین یونسکو و ازبکستان است. در کشور آباد و زیبای ما خلق سرملتمان در ساحه‌های گوناگون برای رواج و رونق و کارهای بنیادکاری مثل فرزندان یک عائله فعالیت می‌برند. سهمی مناسب را در پیشرفت وطن مادر می‌گذارند. امروز عید کسبی خادمان طبابت در جمهوریمان اعلام گشته است. ما صاحبان این کسب پرشرف را صمیمانه تبریک میگوییم. در تاب و تبت بینم، به خواب شبت بینم، هر لحظه و هر ساعت خالی عجبت بینم. در تاب و تبت بینم، به خواب شبت بینم، هر لحظه و هر ساعت خالی عجبت بینم. دارا شده دل غمخوار مبارک باد، دریا شده دل دریاد مبارک باد. دارا شده دل غمخوار مبارک باد، دریا شده دل دریاد مبارک باد. از سنگ شرر خواهی، از یار نظر خواهی، از سنگ شرر خواهی، از یار نظر خواهی، از موی مدد جویی، از عشق اثر خواهی، از موی مدد جویی، از عشق اثر خواهی. بینا شده دل پیداد مبارک باد، زیبا شده دل دنیات مبارک باد. بینا شده دل پیداد مبارک باد، زیبا شده دل دنیات مبارک باد. پهنای جهان کردی، پیدا و نهان کردی، پهنای جهان کردی، پیدا و نهان کردی. گر سبز صفت رقصی، گه برگی خزان کردی، گر سبز صفت رقصی، گه برگی خزان کردی. عاشق شده دل سودات مبارک باد، دریا شده دل دریات مبارک باد. زیبا شده دل دنیات مبارک باد، احیا شده دل احیات مبارک باد. دارا شده دل غمخوار مبارک باد، دریا شده دل دریات مبارک باد. گفتن با مورد است که در مملکتمان شفاکاران به کار خود صداقتمند در جبهه‌های ساحه پرثمر کار می‌کنند. یکی از چنین فداکاران کسب خود شفاکار طایفی عالی شعبه ولایتی تولدخانه مرکز جمهوریوی مخصوص علمی و عملی طبی سلامتی مادر و کودک در شهر چرچق اورنجان عبدالرسول می باشد. شفاکار صاحب تجربه
مرحله رشد ساحه طبی کشور ما را زینه به زینه پیگیری نموده ماهیت اصلاحات را در فعالیت خود انعکاس می نماید. ردوم نمودن پیش اورنجا محمودovni میشناختم. اینو وراج تاجیکستان کار کردیم. اینجا به من کار با اومدنم اورنجا رو فهم توش سبب. اورنجا محمودovni خاکسار خودشون کسب باشن پنجم سر بمیدونن. همه چرچق ردومش به اینا یکت استون همه چند کسالهای وزمین میشه همه به یاردمش رسیدگی. اورنجا محمودovni که کار کردم شرف. هر یک آمدگی دکترهم همه‌شون استادش اورنجا محمودovni میشن. هر یک آمدگی دکترهای دستش به اسکالپل داده، دستش به کار داده، یاد دادگی. همه دکترها یاردمش رسیدگی اورنجا محمودovni میشه. کسالها که تا عبدالرحیم صمیمی هر یک دیگه کسالشون تا آخرش خودشان وای میکن. ملکه برای خادمان طب ضرور است. فقط کارکنان طبی را که دانش مستحکم و تجربی کافی دارد صاحب اختصاص نامیدن ممکن است. شفاکاران سعی می نمایند نوآوری ها را در اساس کورس های آموزشی، مبادله تجربه، عنعنه استاد و شاگرد و سه تطبیق نمایند. اورنجا محمودovni judayam samimiy inson. Hamma fazilatlarga nag'zga ega. Kasan ham pazanda, ham kasalxonaga nag'z meningarand, ham ko'r va ham o'ligishon baland. Ishtiyoqishon. Vaqtishanda barvaqt omada kasalxonaga hamisha obxod qildi, deydi, ta oxirgacha yordam dodi, suvni qo'nishomim biravan. Yakkum ko'r omadagi paytim vakasdan bisiyor maslahatni pursidim. Birga kasalxonaga grom yaratdim. Operatsiya bo'lmoqdan mana yakkum skalpel dastama dodim. Manchi matka muduqa, manchi matka mukunukda bisiyor maslahat medigan. Ta oxirgacha kasalxonaga vedeniya qildi. Grom yaratdi. To ma'mur o'ziyam har یک kasal یا قبیل نیده همش بابر هر خیل لگوش میشه میانسوش میشه همونایی مصلحت کده قطع کار میکنم یک تا کسل دیدن ما همون کسل تا آخرش گرو میرن مونده نمونن باشقه نمکنن هم کسل نقش شود که سونه انت خاطر جمع شده برون همه خصوصیاتشون نقص وزمن کسل دیگه تقدیرندیم هر دایم یاردم به شوش مشکل براتن میکنن هر کسل بشد دستشون اومده یاردم همیشه میکنن. قهرمان ما همیشه در اندیشه بیماران خود است. در خصوصی سوگند خود در نزدیک هیپوکرات بزرگ یاد می کند. و بیماری که با چشم امید نظر می افکند دست یاری دراز می کند. یکی را تسکین می بخشد و دیگری با شیوه زبان خود صحبت می کند. قلبی یکی را گوش می دهد و دیگری آرامی می بخشد. Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola ilmiy amaliy tibbiyot markazi Toshkent viloyati filialimizda 30 dan ortiq shifokorlar ish faoliyatini yuritishadi. Shular orasida bizga ustozlik qilgan, hamma amaliy hamda nazariy bilimlarini qo'ldan ayamasdan bizga yordam bergan vrachimiz O'rinjon Mahmudovnalar haqida gapirsam, ular ko'ngli ochiq, ko'ngli toza ayol, ona, buvi, ular qo'ldan kelgancha bizga yordamlarini berishadi. Mutaxassis shifokor hisoblanadi. 30 yildan ortiq ish stajga ega bo'lsa, shu faoliyati davomida hech qachon yoshlarga bilim o'rgatishdan qochmaganlar. Har doim ular qo'ldan kelgancha yordam bergan. Qo'limizga masalan o'qishni tugatib birinchi ishga kelganimizda skalpelni ushlatib, mana shunaqa bo'ladi deb o'rgatgan O'rinjon Mahmudovna bo'ladilar. Biz ham o'sha ustozimiz qatorida yurishni, ustozimizdek bo'lishni juda xohlaymiz. Ular ustoz sifatida ham, shifokor sifatida ham yuksak unvonga ega deb bilaman. O'rinjon Mahmudovna نیم عصری عمرش را برای سالم گردانی مادر و کودک بخشید. یکی از شفاکارانی از هر جهت نمونه عبرت است. او با سعی و کوشش و فعالناکیش
در تطبیق وسیع نوآوری قانون و سندهای مربوط به ساحه آبروی و اعتبار پیدا کرد. من 50 سال باز دکتر شده کار میکنم. 93 سال همون رادام به کار میکنم. کسبم دوست میدارم. کلکتیو ما ملت های گوناگون که کار میکنم. تاجیک، ازبک، قزاق، روس، همه هاشون با هم جهتیم، نقص کار میکنیم. همه هاشون خوش معامله تا چقدر که امکانم های خلق به خدمت میکنم. محض به شرافت شفاکاری فداکار و به کسب خود صادق، اصلاحات در ساحه طب نتیجه چشمداشت خود را می‌دهد. اهل جماعی کاری از او عبرت می‌گیرد. O'rinjon Mahmudovna judayam yaxshi shifokor, ginekolog, bemorlarga ham qarashga, bizada ham qizim deb hech qachon yomon gapirmaganlar bizani. Aybimiz bo'lsa, xato qilgan joylarimiz bo'lsa, hammasini to'g'ri tushuntirganlar, hech qachon yomon gapirib urushmaganlar. Bemorlar bilan ham har doim chiroyli gaplashib, chiroyli tushuntiradilar. Juda ham tajribalari katta. Kasallar ham ko'pchiligi keladiganlar O'rinjon Mahmudovna deb qidirib kelishadi. Ko'pchiligi maqtashadi, kasallar ham qo'llari yengil deydi, muomalalari yaxshi deydi. Ko'pchilik keladiganlar so'rab keladilar ularni. مادری غمخوار، آچه مهربان، شفاکار صاحب تجربه، عمر خود را به حفظ تحکیم سالمی مادر و کودک بخشیده است که تا حال در پیشرفت ساحه سهمی ارزنده می‌گذارد. چنان که میروی چنان که میروی اسم نگاه کن جا من آرنجی گلوم رخسار نارنجی من بیمار تویم وای من بیمار تویم دردم دوا کن جا من آرنجی گلوم رخسار نارنجی جا من آرنجی رخسار نارنجی فیرار شهری تو شدم زی دست نارنجی آه یاری نارنجی رخسار نارنجی خراب سرها شدم ز دست نارنجی گرفتار تویم وای گرفتار تویم رنجیده این دل جا من نارنجی گلوم رخسار نارنجی دلی رنجیده را وای دل رنجیده را از خود رضا کن جا من نارنجی گلوم رخسار نارنجی جا من نارنجی رخسار نارنجی فیرار شهری تو شدم زی دست نارنجی آه یاری نارنجی رخسار نارنجی خراب سرها شدم زی دست نارنجی با ابتکار بنیاد فرهنگ تاجیکان تاشکند آریانا و دستگیری مدیریت مکتب 19 ناحیه پرکین جشن فرخنده مهرگان برگزار گشت. مکتب ما در سال 1984 سال تشکیل شده. مروزی روزنده 1015 نفر خوانندگان تحصیل میگیرد. 80 نفر معلمان تحصیل میگیرد. از اینها 4 نفر معلمان با طایفه عالی، 22 نفرش طایفه یکم، 17 نفر معلم و طایفه دیوم معلم ها در همه مکتب زندگی کرده کار میبرند. خوانندگان سال خوانش سال 24-25 سال 70 نفر خوانندگان ختم کرده. از ویها خوانندگان 30% و عالیگاه ها داخل شد. و طلبگان درباره جشن‌های سعدی و مهرگان و نوروز بسیار معلومات دارند. طلبگان درباره این جشن ما بسیار معلومات دارد و در
مابین من این حاضر و شده ایستاده با بسیار تر به خداشان چیزهای در کاری جدا هم خوب بسیار گرفتن. در دوام سالها ما باز این کارهای بردام میکنیم. مهرگان جشن باستانی و ملی مردمی ما بوده، در دل هزار سالها ارزی وجود کرده، با تراوت و شکوه خاص خود تا زمان ما رسیده است. جشن پاسداشتی مهر و محبت، ایزد نور و روشنایی، نگهبان و معرفی نعمت‌های زمینی که ریشه‌های عمیق در فرهنگ فارس و تاجیک دارد. جشن مهرگان برای خلق ما از آن جهت بسیار عزیز است که به نوبت اول این جشن مهر و صمیمیت، محبت، از سوی دیگر جشن مهرگان جشن نور و روشنایی است و تاریخ جشن مهرگان به زمانهای خیلی قدیم رفته میرسد و همان طوری که دانشمند معروف ابوریحان بیرونی گفته است و بنا به تحقیقات دانشمند معروف ابوریحان بیرونی، جشن مهرگان را معمولاً روز 16 ماه مهر برگزار می‌کردند و بعداً روز 21 ماه مهر جشن بزرگ مهرگان دایر می‌گردد که آن روز را رامروز خواندند. از آن لحاظ نیز جشن مهرگان برای ما عزیز است که محض در جشن مهرگان، در روزهایی که جشن مهرگان برگزار می‌گردد، بابا دهقان به عنوان حامی و نگهبان زمین تمام فعالیت و حرکت‌های خود را انجام می‌دهد و نعمت‌های زمین به دسترخوان مردم فراهم می‌آید که این یکی از نشانه‌های اصلی جشنگیری جشن مهرگان به شمار می‌رود. مردم به همدیگر تحفه و هدیه‌ها می‌دهند، مردم یکدیگر را شادباش می‌گویند و دسترخوان عیدانه مهرگان نیز به طور گسترده پهن می‌گردد. در جشن‌های نوروز و مهرگان که از هر جهت ماهیت یگانه و ارتباطی توأم تاریخی و فرهنگی دارند، خصلت خوب خلق تاجیک، دستگشادی، دلگرمی روشن به نظر می‌رسد. من امروز در مکتب ما جشن کلان، جشن مهرگان شده ایستاده است. انا حالا دیده ایستادید که معلمان، خوانندگان، تمام مکتب ما با این جشنواره تیاری دیده ایستادند. خوانندگان ما شعرهای بسیار عجایب را برای این شخصانی که آمدند، برای شاعران، برای نویسندگانی آمده ایستاده از یاد کردند و حالا گفته ایستادند. ما شادیم که امروز در مکتب ما چنین جشنواره کلان، جشنواره تمام تاجیک زبانان، جشنواره تاجیکان شده ایستاده است. بسیار شاد هستیم و از این رو حالا دیده ایستادید که پرکند قشلاق ما به این bayram، به این جشنواره چقدر تیاری دیده ایستاده است. حالا در مکتب ما همین خیلی جشنواره کلان شده ایستاده است که و اون شاعران، نویسندگانی که به خوانندگان ما کتاب‌های عجایب، بسیار عجایب، هدیه‌های عجایب داده ایستادند. خوانندگان ما از این بسیار شاد هستند و حالا از این تحفه ها باز هم با غیرت در آمده خوانندگان ما بسیار شعرهای عجایب از یاد میکنند و به خواندن این کتاب‌های شوق‌آور شروع میکنند. من همچون معلمان دیگر به شدن این جشنواره بی‌حد شاد هستم. از این رو درباره رایون ما معلومات دادن رو میخواهم. برای اون که پرکند همین خیلی عجایب میوه ها، صاحب همین خیلی عجایب میوه ها هست. در دهه ما انگور ما بی‌حد عجایب است. انگور ما به تمام 12 ولایت ازبکستان مشهوره. من حالا دیده ایستادید که این چیزهای همش از باغ‌های ما است و ما امروز از آمدن شمایان عزیز بی‌حد شادیم. در زیر آهنگ‌های دلربای تاجیکی و ازبکی سرودها دایر به مهر و نوازش، دوستی و رفاقت، عشق وطن صدا داد. رقص و بازی‌های جالب به نمایش گذاشته شد. از صبا پیغام جان آید همه، مهرگانی مهربان آید همه.
با هزاران کف فریدونی چنار ظرفشان در بوستان آید همه. بال از برگ گل بکشاده است چون همای پرفشان آید همه. می چکد خون از درخساری انار لعل دندانش عیان آید همه. هرچی پنهان داشت از ما تا کنون این زمانش بر زبان آید همه. رفت ماهی تیر و آمد ماهی مهر به تیر و کمان آید همه. حافظ از شیراز و سلمان از عراق به دل از هندوستان آید همه. هر کی مهر پرورد در مهرگان سوی شاهی مولیان آید همه. خوانندگان صنف‌های بالایی مکتب با پختن خوراک‌های ملی پلو و توشبیره و نیز آماده کردن پس‌غذا و شیرینی‌های خود مهمانان را خوش پذیرفتند. بیشک مهرگان هم به مانند نوروز عیدی دوست داشتنی است و آن هم در زمان اعتدام روز و شب که این اعتدالی تیرماهی باشد آغاز می شود و تا 1 ماه ادامه می یابد.